پس از آنکه فریدون ضحاک را در کوه دماوند به بند کشید، خود بر تخت شاهی ایران نشست. مردم ایران شادمانی کردند، آتش برافروختند و فریدون آن روز رو چون اول مهر بود رو جشن مهرگان نامید. فریدون با 2 دختر جمشید به نامهای شهرناز و ارنواز که در بند ضحاک بودند ازدواج کرد. از این 2 بانو صاحب 3 پسر شد. در این هنگام نام رسمی و قطعی بر این 3 پسر نهاده نشد و آنها در داستان با عناوین فرزند بزرگتر، میانی و کوچکتر شناخته می شدند. فرزندان فریدون بزرگ شدند و به سن بلوغ و شایستگی رسیدند. فریدون یکی از مردان خردمند دربار خود به نام جندل را فراخواند و او را مأمور کرد تا برای 3 پسرش 3 دختر از نژاد شاهان، نجیب و همشکل که در زیبایی و شرافت با یکدیگر برابر باشند پیدا کند. جندل در جستجوهای خود به سرو پادشاه یمن رسید که 3 دختر زیبا داشت که تمام شرایط فریدون را دارا بودند.